و از من 35 ساله این نصیحت رو به یادگار داشته باش. شاید فکر کنی پول نداشتن فقط نداشتن اون پوله هستش، اون اسکناسه تو زندگیت نیست، ولی اینطور نیست. پول که نباشه توی جمع هم باشی انگار نیستی، نظرت مهم نیست، انتخابت مهم نیست، پیشنهادت، ایدهات اصلا مهم نیست، اصلا شنیده نمیشه. لباس ساده‌ای که پوشیدی دلیلی میشه برای قضاوت، برای مسخره کردن، برای که پشتت حرف بزنن. و از من 35 ساله این نصیحت رو به یادگار داشته باش. اگه دست و بالت تنگه سعی کن توی جمعی نباشی که وامدار بشی، مدیون بشی. مستقل باش، آزاد باش. کار کن، پول در بیار، هر چند کم. اینجوری مستقل، ذهنت آزاد، آرامش داری، وامدار کسی نیستی. اوکی؟ و یک سفارشم به اون برابچی که یکن دست و بالشون بازه، پولدارن. رفیق من، اگه دست و بالت بازه، کم آزادی تو خرج کردن، اگه توی جمعت یه رفیق، یک دوستی بی‌وضاحته، هواشو بدونی که بهت بگه داشته باش، بدونی که سرش منت بذاری، بدونی که پشتش حرف بزنی، بدونی که قضاوتش بکنی، هواش داشته باش. اینجوری زندگی خودت هم قشنگ‌تر میشه. مطمئن باش که ده‌ها و صدها برابر اون پولی که هزینه می‌کنی بهت برمیگردونه. در نهایت شمایی که تا اینجا اومدی دنبال آگاهی و پیشرفت هستی، من جات بودم اینجا رو گم نمی‌کردم.